سلام، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. اینجا این اولین ویدیو چنل ماست و اومدیم توی این ویدیو درباره بازی به فاینالز سری اطلاعاتی بهتون بدیم. خب حالا پشنوت ها اومده بودن ستینگ بازی. اولین چیزی که خب به چشم میخوره است دیگه قاعدتا خب گیم پلی، حالا رنگ انمیا، رنگ بازی، جوری که مثلا چشتون عادت داره و همه اینا رو میتونید از اینجا تنظیم کنید دیگه. مثلا خیلی ساده است، مثلا اینجا نقطه میره میاد. کنترلر و موس کیبورد که خب تنظیمات موس کیبورد اینم خودتون باید تنظیم کنید. حالا اگه خواستید من بهترین سنس موس و دسترم براتون میذارم و اینو بزنیم برم. خب اینم که همین دقیقا رنگ مثلا ایمتون رو میتونید بیشتر تنظیم کنید و مثلا صفحه بلور باشه نباشه. خب اینم خیلی ساده است دیگه. آودیو هم که صداست دیگه. خب اینا همه اینا طبق سلیقه است، یعنی الان نگاه کنید صدا رو میاریم تا ته، نگاه کنید الان میاریم صدا رو 10 مثلا. خب اینجا هم که همه رو بذارید لو که فکر کنم که قطعا FPS بالاتری میگیری. خب این بخش آخرم که مهم است. Enable voice chat و disable voice chat هم که واقعا چیزی نداره دیگه. میخواید حرف بزنید باشه، میخواید حرف نزنید نمیشه دیگه. بقیه گزینه‌ها مهم نیست که میایم تو فرند. من هیچکی نداره وایس دوستم. بخش پروفایل، بخش خرید کوینه که همه رو فری زده، ولی خب خودمون میدونیم 500 تاش $5، 1000 تاش $10، 13000 تاش هم که بیشتر اینه $100. این دوتا هم که حالا $20 $50، ولی خب قیمت شبیه همه بازی هست دیگه. بخش بعدی که مهمترین بخشیه که الان باید فکر کنم توضیح بدم بهتون، این بخش. ببینید ما تو این بازی برای اینکه ابیلیتی ها رو بخریم و گانا رو بخریم این واحد پول رو داریم که اسمشو نمیدونم. این واحد پول رو داریم که ببینید ما سن و شخصیت داریم، لایت، میدیوم و قول. من اسم اونو حالا نرم هیوی همچین چیزی داریم، گیر نایتو. حالا ما صداشو میکنیم کوتوله، متوسط، قول. ببین کوتوله هامون خب هر سه تا ابیلیتی دارن که یکیشو میتونن تو بازی استفاده کنن. باید همون اول بازی بزنید که این اولین ابیلیتیشونه که مرد عنکبوتی طوره. آره که ابیلیتی جالبی هم هست. دومیش اینه که شما غیب میشید و حالا میتونید راحت برید نایف کنید که اینم جالبه، به خودش بد نیست. و سومیش هم که یوهوی سرعتی میگیره که من بین این سه تا همون اولیه که خودمون تو بیس داریم و ترجیح. گانا و اینا رو حالا باز من بهتون توضیح میدم، حالا همینا رو بهتون بگم. خب لژند لایت تموم شد، میریم سراغ مدیوم رو ببینید هیل میکنه. قدرت اولش، قدرت دومش شاید بپرسیم چیکار میکنه. قدرت دوم که یکیشون میتونه استفاده کنه، یکیشون رو میتونه ببره استفاده کنه. ابیلیتی دومش این شکلیه که دشمن که نزدیک میشه میاد میکشه. تو کال اف دیوتی موبایل هم یه چیزی داریم، من موبایل زیاد بازی نمیکنم. سومیش یه تقریبا یه چیت دور میشه تو بازی دیگه که از پشت دیوار میفهمه حریف کجاست. بریم سراغ هولا. اولین ابیلیتیش به نظر من بهترین ابیلیتی بازی بدون شک. همه دیوارا رو نابود میکنه بلا استثنا. دومین ابیلیتیش هم که بدترین ابیلیتی بازیه، یه سنگ پرت میکنه که این سنگا هم به راحتی که نه، ولی با یه سری چیزا میتونید نابود کنید دیگه و کلا زیاد به درد بخور نیست. و سومیش هم که همینجور که مشاهده میکنید دیوارتور میاد شبیه سپر شیلتور، که من بخوام بهتون پیشنهاد کنم این اولیش، اینم اولیش و حتی اینم اولیش. بقیه قدرتشون زیاد انگار روشون حتی کار نشه. بخوایم بریم سراغ گانا که باید بریم تو بازی بهتون نشون بدم. حالا میریم تو پرکتیس بهتون نشون بدم دونه گانا رو. اینا هم که باید تو بازی نشون بده دیگه. خب بخوایم بریم تو بخش بعدی. ببین ما الان تا کجا رفتیم؟ تا این بخش. الان خب اینجا که خب یه چیزی که واقعا جون دیسکوردشون بشید. خب این حالا چیه؟ این کرکترهایی که ما میتونیم بسازیم که مثلا الان بیایم یه دونه بر خودمون بسازیم. ما میایم لوداتش رو چجوری تنظیم میکنیم؟ میگیم اسنایپ داشته باشه، لودات دومش هم همین با خوب.
مثلا به جای این که خوبه به جای اینو بذاریم. مثال میریم حالا سراغ استایل. اسکینایی که میتونیم بگیم اسکینای بتل پس که حالا بهتون نشون میدم. مثلا اینو میذاریم زن و مردش رو تعیین میکنیم، مثلا میذاریم رو مرد، مثلا پوستش رو میذاریم سفید، مثلا موهاشو این شکلی میکنیم، چشاش هم حق تاثیر میذاره. خیلی جزئیات چیزش باحاله. کلا براش میذاریم، اینجا چیزای دیگه میشه گذاشت، چیزای دیگه همه چی میشه دیگه. بج میتونیم روش بذاریم که واقعا بجش چیز باحالیه. نگاه مثلا توت فرنگی میاد اینجا که این ارزون ترین بجته، این بجشه، این گرون ترین، اینم که تو بتل پس. خب اینجا هم که کوله پشتی طوره، حالا کوله پشتی هر چیز دیگه. اینجا هم پشت لباس میاد و اینم دستبند دیگه که حالا تا نصف رفتیم ولش کردیم. و حالا اینجا ایموتی که میخوایم روش باشه، مثلا یه لوگوتوری که مثلا دیوار میندازه تو فورتنایت مثلا، حالا همه اینا رو ما سریع براش میذاریم. صداش که همه‌شون فرق داره. خب اینم چرا باز آمدم بیارم پت حیوان خونگی که فقط ما کلاغ داریم که اینم تو بتل پسه و یه دونم ساعت داره. کلا جزئیات این بخشش من دوست دارم. ساعتش هم لژندریه، آیتم لژندری، بعداً تو بازی ارزش پیدا میکنه. این بخش هم که همون بخش بالاست، استوک آیتم شاپشه دیگه. هرچی بخواید بخرید، مثلا این بانده خیلی خوشگله، یعنی با پول ما داره برای 1 میلیون میشه. ولی خب بتل پسش یکی از جذاب‌ترین بخششه که حالا ما نمیخواد همه‌شو بشینیم بریم و همین بخشای آخرش رو می‌بینیم با بخشای مهمش. ببین بتل پسش رو بهتون نشون میدم، هر 1150 تا میدی 1450 تا بیت کوین برمیگرده اگه کاملش کنی. این اولین اسکینشه که یه جو باندل تورش خیلی خوشگله این اسکین. میریم بعدی. اینجا چیز قشنگی نداره این اسکینش که من اصلا دوست ندارم. این بد نیست و این اسکینش هم دوست ندارم. اوکی شما رو نمیدونم. این باندل بعدیه که تو این بتل پس میده که اینم خوشگله واقعا. این صفحه 4 این اسکین یکی از سلاح هاست که اینم خوشگله، اینم خیلی خفنه. این تا اون حد خفن نیست، این بهترین اسکین کانه بازیه به نظرم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این که فریه، 2 تا کارت فکر کنم الان میتونیم به سلاح 2 تا کارت ها رو پرت میکنه به سمت حریف دیگه. بخوایم بریم رو بعدی، اسکین بعدی که این اسکین هم واقعا باحاله. این یه ایموتشه، اینم واسه جامپد خوشگله. اینم واسه همین چی میگن اسمش اینجا ننوشته، وصل میشه به لباس. و این اسکین واقعا خودست اسکین اپیکه. این هم یه اسکین لژندری دیگه که چرترین اسکین ممکنه. و میرسیم به آخرین آیتم لژندری که ایشونه دیگه. آیتم لژندری زیاد داره. این پت هم راستی آخرش میگیریم بالاخره، 95مین تیرش میگیریم که خب بتل پس نه 100 تا 1150 تا میدیم، 1575 تا واسم نبود پس میگیریم. بخش لیگ اینم بهتون بگم که سیستم رنک بازیه، رنکاشو میتونیم ببینیم دایما مثل همه بازی هست و اینم لیدربورد بازی که یارو 70 میلیون کش اوت کرده، من فقط 120 کی کش اوت کردم. بخوایم دیگه چیز دیگه نشون بدیم، میایم اینجا خب ماموریت‌های هفتگی و روزانه بازی دیگه. و خب حالا کلا مدل بازی چجوریه؟ بخش کویک پلی داره، تورنمنت داره با پرکتیس. کویک پلی 3 تا گروه 3 تایی میشه کویک کش، 4 تا گروه 3 تایی میشه بانکیت که اینا باید پولا رو جمع کنن. حالا اگه وقت شد بهتون براتون نشون میدم، بازی میکنیم دیگه. حالا نمیخوام تایم ویدیو زیاد طولانی شه، شاید پارت بندش کنم. تورنمنتش هم چجوریه؟ 3 تا راند داره، اولش 4 تا گروهیم، بعد میشیم 2 تا، نه فکر کنم اولش 8 تاییم، 2 تا 4 تا گروه که میشه 24 نفر دیگه. بعدش
هی که تعداد کمتر میشه تا آخرش دو تا گروه ستایی میافتن به هم یکی وینر میشه که پرکتیسش هم که الان میخوام بریم توش بهتون یکم دربارش توضیح بدم. پرکتیس بازی چیزشه دیگه، تمرین بازیه در واقع، ولی خب ما میخوایم بریم اینجا. دلیلش اینه که گانا رو بهتون دونه دونه توضیح بدم که تایم ویدیو نباید دیگه خود بیشتر از 25 دقیقه بشه، به خاطر همین خیلی طول میکشه گانا. دونه دونه باید بیایم تستشون کنیم. خب بخوایم بریم سراغ گان اول که همین گان شخصیت لایته. ببینید ما شخصیت مختلف داریم. شخصیت لایته که خب اسنایپره. حالا اگه اونو ببینید خب یه هدم بهش بزنیم، نه خب یه هد دیگه. خب این خب میریم اول تفنگای شخصیت لایت رو میبینیم. از اولی شروع میکنیم که یه SMG، البته بگم LMG البته که خب تیم میزنیم مثلا میشه گفت AR قطعا. آره AR. دومی شاتگانه که من به شخص اصلا باش حال نمیکنم. نگاه کنید خورد بگرد ولی خب اصلا دمیج خوبی هم داره ولی من حال نمیکنم به شخص. کلا من با شاتگان زیاد حال نمیکنم. شاید یه سال دیگه مخالف این حرفم باشه، یه مدت دیگه بزنم زیرش، ولی الان بهترین SMG بازی البته یه SMG خفن دیگه هم هست که نگاه کنید. لگت کاناش خیلی نگاه کن تو کجا رفت. ولی خب بله این هم میتونید مشاهده کنید که خداییش این گانه خیلی باحالیه. من خودم الان این گانه دارم و ازش استفاده میکنم. گانه بعدی اگه اشتباه نکنم این گان سرعت تیراندازیش عجیب غریب بالاست. عجیب غریب نگاه کن. نگاه ولی خب این هم خب به خاطر لگتش اذیت میکنه. ولی خب من بعد هر گام میگم ولی خب بچه رسی فیس ریویل هم سر 1000 تا ساب انجام میدیم. منم گفتم ذکر کنم این گانم که خب نایفه دیگه. حالا نایفه هم بهتون یه نشونه ریزی میدیم. ببین پریم بساس ولی دارم میکشنم. بده نایفه دیگه توضیح نداره. از ابیلیتی اونم استفاده کرده میدیدیم دیو کرد. خب بریم سراغ اینم همونه. خدایی دیگه نریم بریم برای این گان. اون همون مثل همه گانه ساداسی. اون دوتا پاسیلا که بهتون نشون دادم برای این اسکین این گانه که پرت میکنه خیلی هم خفنه گانش، خیلی باحاله. ولی خب و خب الان باید بریم سراغ کرکتر بعدی. کرکتر بعدیمون میدیومه که خب اونم واقعا گاناش خفنه. خب اول از گان اول شروع میکنیم که بهترین گان بازی. ببین اینم میشه گفت بهترین SMG. بعد نمیدونم واقعا اون دوتا گان کدام، یه دونه SMG اینو SMG لایت، ولی این از نظر این واقعا خوبه، دمیجش هم خوبه. بین این دوتا واقعا جفتشون خوبه. من خودم اینو به اون ترجیح میدم ولی هنوز نخریدمش و اونو ولی خریدم. دومین گان AKM هستش که خب از همینجا بهتون نشون میدم. این گان خب کنم مثلا اول داریم و اینم گان باحالی. گان بعدی AKM F. بله ببینید برنامه ساده بیتر بزنید بیتر. آره داره دمیج میخوره یارو. خب اینم گان باحالیه، من ترجیح میدم از اینم استفاده کنم. گان بعدی که ببینیم از اینجا میشه دمیج داد. واقعا گانش خوبه. این پیستول واقعا محشر بیاید. الان اومد وای نتونستم یه هد بزنم. خب خوبه خدایی. اینم گان خوبی هم. گان خوبیه. اینم که گان آخرشه که شاتگانه دیگه. من بله خودتون دیدیم دیگه لازم نیست 2 ساعت بریم نزدیک بزنیم. شاتگانش همه اینا رو هم گفتیم، فقط این فندک من بهش میگم ولی اصلا به فندک ربط نداره. ببین این یکی از رو مختلف چیزای بازیه که میشه ازش به عنوان گیریس استفاده کرد. نگاه
یه دونه میزنی میاری جلو، یه دونه میزنی میاری جلو. حالا این کی به درد میخوره؟ یارت میاد پشت سرت وای میسته، تو هی اینو میاری جلو، یارت تیراندازی میکنه. که این چند بار واسه باختن من شده، این 17 15 16 باری که باختم 7 بارش به خاطر همین قضیه. که خب گانه اینم تمام شد، میریم سراغ گانه قول. اولین گانش آتش افکنه. ببینیم یه خدایی واقعا برای آتش افکن نریم نزدیک. دومیش هم که یه اسم LMG واقعا باحاله، خیلی حال میده و تیراش کمی نمیشه، خیلی خوبه. ریلود کنیم ببینیم چند تا تیر، فقط 50 تاست، 47. خب اینو که دیدیم بریم سراغ ایشون هم که خب مستصغر حضورتون هست. البته میخوام این سیستم چیزش هم بهتون نشون بدم که هر خونه ای نابود میشه. M60 نگاه جزو گانهای باف محسوب میشه. M60 این گان که من اینم دوست دارم شخصا، نحوه تیراندازیش حداقل باحاله. گانی رو جان انداخته باشیم میرسیم به همین گیتاره بود، همونه. وای راجی اشتباه از ابیلیتی استفاده کردیم، ولی خب ببین نابود نیست. ببین هدیشو که بزنی نیست که جونه دولا میره. 170 خورده فکر کنم نمیشته دیگه. تا الان اکثرا بازی رو گفتیم دیگه، واقعا چیز دیگه نمیخواد مگر بیایم یه تستی هم از این ابیلیتی ها سریعا بزنیم. خب از همین ابیلیتی اول شروع میکنیم. واقعا الان تست ابیلیتی ها داستانی داره برای خودش. 5 دقیقه تایم دیگه ببین اولیش ساختمونا رو خراب میکنه، سیستم خراب کردنش هم دیدیم، میتونیم یه بار دیگه بریم. دیدیم خدایی خفن. بریم ابیلیتی دوم که همینجا میشه تستش کرد دیگه، لازم نیست 2 ساعت بریم نزدیک. البته سوم نگاه سنگ میزنه. بعد ببین این مثلا کجا به درد میخوره همتون میدونید، ولی میخوایم ولی بریم اینجا مثلا میزنیم میاریم در رو بلاک میکنیم یه جوری. واقعا الان خیلی تیر میخواد در کامپیوتر الان زد شکست رفت. خب پس همین دیمینم به درد نمیخواد. از قابلیت همون هم الان استفاده میبریم. کلا اشغال بازی به همین نبید و این ابیلیتی آخرش بریم شیلد دیگه. شیلد حال نمیده، من شیلد دوست ندارم واقعا از این ابیلیتیش استفاده کنم. بریم مدیوم ما هم یه نگاه بندازیم. اولش که هیله، اول اینو بهتون نشون بدم که اینم آخه نمیشه نگیده. اینو اینجا میذاریم شخصیتی دید تیراندازی میکنه، حریفی دید. دومیش هم که همون قضیه چیزه هست که نگاه کنید الان تقریبا بهمون نشون میده اون زیر یه حاله زردی اومده که الان میایم بگیریم به حریفه و میزنیم کلش. چه وانشات هم شدش و داره بهم تیر میزنه بات. خب بریم سراغ بعدیش که همونه که نگاه کنید یه تفنگ تو میگیره دستش هیل میده. الان داره هیل میده و بهش اینه زیل بگیره. و خب میریم سراغ لایت. اول اینو بهت نشون میدم که خب این حرکت یهو دیدی 3 تا میتونیم بریم. حالا با 3 تا دیگه یه دونه دیگه شارژ. لایت بعدیش اینه که این چیه قضیهش؟ غیب شدیم. حالا نگاه باید دیگه غیبیمون تمام شد. و خب آخریش هم که بعدش دیگه باید خدافظی کنیم البته دیگه. حالا دفعه بعدی بهتون شاید اگه خواستیم پارت بعدی بسازیم یه مچ میریم و اینا رو توضیح میدم که کلا کاربردشون چی و یه دقیقه. پس من فقط آخرین ابیلیتی بازی که شاید یکی از باحال‌تریناش هم مثلا رو هوا موندی اینجوری میزنی، بس رو هوا موندی مثلا ولی زایی شد. یه دور دیگه تست کنیم جونم. الان ببین بسا پرشه میخوام یه حرکت خفن بزنیم نمیشه ولی خب نشد. یه دور دیگه من الان کرمم گرفتم
رفتیم این بالا ببین. نه آها بمونیم. ما افسانه پاندو کن. باش. خب بچه این از این ویدیو امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک رو بکوبید، ساب کنید چنل ما رو که از این به بعد یه روز در میون ویدیو داریم به احتمال 95%. و حالا ایده های نو هم میاد دیگه. سر 1000 تا هم فیسبوک فراموش نشه. تا درودی دیگه. یه دقیقه تا درودی دیگه. بدرود.